فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری آقای سارانی پرسیدن که پدر از دارایی که یک خانه داشته و 6 دختر و 2 پسر و مادر بچه‌هاش این خانه را به پسر کوچک بدهد در صورتی که خودش محتاج است، آیا این پدر گناهکاره؟ بحث این که پدر خودش محتاجه یک بحث جداگانه هست. یک فردی شاید مثلا خودش نیازمند هست اما کسی دیگر رو ترجیح میده، هدیه چیزی که خودش نیاز دارد دیگران رو ترجیح میدهد و به اون هدیه میدهد. این یک حکم جداگانه داره که این اشکالی نداره که شخص خودش نیازمند باشد اما نیاز فرد دیگری رو یعنی مقدم بدارد بر خودش و یک چیزی رو به فرد دیگری هدیه بدهد. این اصل مطلب. اما این که پدری دارای چندین فرزند هست و فرزند پسر دارد، دختر دارد و یک مبلغی را یا یک منزلی را یا یک ماشینی را یا هر مورد دیگری را میخواهد تنها به یکی از فرزندان خودش هدیه بدهد به عنوان هبه و هدیه هست. از نظر شرعی چنین کاری ناجایز و حرام هست و عدل و برابری کردن در میان فرزندان کاملا یعنی حکم شرعی هست و واجب هست. همون گونه که عدل برای همسران وجود داره که یک فردی که همسران متعددی دارد باید در میان همسرانش این عدالت را برقرار بکند، پدر هم موظف هست که عدالت را در میان فرزندان خودش کاملا مراعات بکند. این اتفاق در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاد. حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه میگوید که روزی پدر من یک برده ای را به نعمان بخشیده بود و اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله انی نحلت ابنی هذا نحلتا، من این هدیه ای را یا یک بخششی و هبه ای را به این فرزند خودم دادم، تو هم شاهد باش که این برده رو من به این فرزند خودم دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا به تمام فرزندانت این هدیه رو دادید یا فقط به همین یک نفر رو؟ گفت نه، فقط همین یک برده رو داشتم، فقط به این فرزندم بیشتر دوستش دارم، اینو دادم به این فرزندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتقوا الله واعدلوا بین ابنائکم، از الله متعال بترسید و در میان فرزندانتون عدالت رو برقرار بکنید. و یا بنابر در روایت دیگری که در این زمینه وجود داره رسول الله فرمودند که فلا تشهدنی علی جور، مرا بر یک ظلم شاهد نکن، من گواهی برای یک ظلم و جور من حاضر نیستم که گواهی بدم. پس بنابراین حکم شرعی چنین اقدامی از نظر شرعی حرمت هست و جایز نیست و پدران باید در این زمینه هم اون عدالتی رو که الله متعال دستور داده باید مراعات بکنن. و در توجیه این حدیث و حتی در الفاظ این روایت این گونه اومده که مگر شما نمیخواهید که فرزندان شما در بر و احسان و نیکوکاری به شما با همدیگر برابر باشند؟ یعنی همون گونه که این فرزندی که شما بهش هدیه دارید دلتون میخواد که این به شما احسان بکند، در آخر پیری دل دست شما رو بگیرد، بقیه فرزندان هم شما باید این گونه باشند. همین احساس و همین عاطفه رو باید به تمام فرزندان داشته باشید و نباید یک کاری رو انجام بدهید که یک فرزندی به شما مقرب بشود، نزدیک بشود، احساس و عاطفه پدری فرزندی در میان شما وجود داشته باشد و فرزندان دیگر برعکس احساس کمبودی بکنند و احساس دشمنی و در واقع یک احساس که عدم اعتماد باشه اون در میان شما برقرار باشه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.